سلام بیننده گرامی، امروز پنجشنبه 16 ینور است، ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصت رسید که سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز را پیشکش شما کنیم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. برای شرکت در انتخابات پارلمانی تاجیکستان به کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی از 7 حزب سیاسی 70 نامزد پیشنهاد شدند. این اطلاع روز 16 ینور در یک جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان اعلان شد. 7 حزب سیاسی کشور از 5 تا 28 نامزد برای شرکت در انتخابات پیشبری کردند که میان آنها از همه بیشتر نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. انتخابات پارلمانی تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار می شود. بیننده ارجمند، همکاران ما صبح امروز در این جلسه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی شرکت داشتند و تفصیلات معرکه ثبت نام نامزدها به وکیلی پارلمان را در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. یک سازمان معتبر حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان و محروم کردن دسترسی از منابع خبری تنقید کرد. دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ روز 14 ینور گزارشی بزرگ را درباره وضع حقوق انسان در 100 کشور دنیا نشر کرد و گفت وضع وحشتناک حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2019 بدتر شده است. در گزارشی بیشتر از 600 صحیفه‌ای از جمله دایر به محروم کردن خبرنگاران رادیو آزادی از حق کار در تاجیکستان سخن می رود. تاکنون 11 کارمند و خبرنگاران رادیو آزادی منتظر اجازه کار و یا اکریدیتاسیون هستند و مراجعت ها به وزارت کارهای خارجی در این باره بی پاسخ ماندند. دیدبان حقوق بشر همچنین در این گزارش گفته است که بیش از 25 خبرنگار تاجیک در چند سال گذشته مجبور شدند که تاجیکستان را ترک کرده در خارج زندگی کنند. وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 من بعد حق تکثیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. هدف از این تصمیم تامین بی‌خطری مسافرکشانی در جاده های پایتخت گفته می شود. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت های تاکسی عهدهدار شده بودند که ماشین ها را با دیزاین یگانه‌ای که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده بود. اما اکنون تا کجا رانندگان تاکسی امکان دارند ماشین های نوتر از سال 2014 را خریداری کنند و آنهایی که چنین امکان ندارند اکنون بیکار میمانند؟ تفصیلات را در برنامه اخبار برایتان میگوییم. فیلم انیماسیونی یک ساده تاجیکستان داریا کشیوا در رویخط نامزدها به جایزه اسکار است. این خانم در 4 سالگی از تاجیکستان به روسیه و بعداً به چخیه کوچیده در اینجا به سر میبرد. خانم کشیوا در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت هرچند آوان خردسالی از تاجیکستان پوچ بسته است اما خاطرات خوش از کشور در یادش باقی است. بیننده ارجمند، مصاحبه همکاران ما را با داریا کشیوا در برنامه اخبار ببینید. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 15 ینور سازشنامه درباره ساختمان 5 مکتب روسی را در کشور قبول کردند. این سند پیشتر بین حکومت تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده بود، اما بعضی از وکیلان تاجیک گفتند در این مکتب ها نه فقط تاریخ روسیه بلکه تاریخ تاجیکستان نیز باید آموزانیده شود. اما در سازشنامه‌ای که تاجیکستان با روسیه در این بابت امضا کرده است چه گفته می شود؟ همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در صورت پورا تهیه شدن در برنامه اخبار آن را پیشکش شما میکنیم. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.